خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شروعات اول کلاس ما هست درباره ای کامرس و امازون و خصوصا تاپیک ما میشه انشالله مکمل کلاسی که ما میشه درباره امازون پرایوت لیبل است. صحیح است. پیش از او استپ بای استپ پیش میریم که ای کامرس چی است، بعد از اون میبینیم که امازون چی است، بعد مکمل در طرف امازون پرایوت لیبل میایم که استپ بای استپ امازون پرایوت لیبل میخوانیم که امازون در امازون پرایوت لیبل چطور میتونیم که بزنس خودش شروع کنیم یا چطور میتونیم سرویسز پروواید بکنیم در ورلد واید. صحیح است. پیش از اون تاپیک بسیار مهم است که پیش از امازون باید او را یاد بگیریم او هست what's ای کامرس. ای کامرس چی هست؟ ای به معنای الکترونیک و کامرس به معنای تجارت، یعنی تجارت الکترونیکی، selling and buying جنس و گودز و سرویسیزی که از طریق آنلاین سیل میشه و خرید و فروش میشه این رو میگن ای کامرس. صحیح است. buying and selling از طریق اینترنت که میشه این رو میگن ای کامرس. درست است. ای کامرس 4 types of ای کامرس است، 4 قسم است. یکی بزنس تو بزنس هست، بی تو بی میگه. دوم که است کنزیومر تو بزنس هست، سی تو بی میگه. سوم که است بی تو سی هست، بزنس تو کنزیومر هست. چهارم سی تو سی هست، کنزیومر تو کنزیومر هست. کلیش براتون تشریح میکنیم که بزنس تو بزنس چی هست، بزنس تو کنزیومر چی هست، کنزیومر تو بزنس چی هست، کنزیومر تو کنزیومر چی هست. صحیح است. اول در بزنس مدلی بزنس تو کنزیومر میایم. بزنس تو کنزیومر کی است؟ او بزنس مدل گفته می شود که یک کمپانی، یک تاجر جنس خدا یا سرویسز خدا به مشتری بفروشه. کنزیومر یعنی کستمر، ارتش یک معنا میده. درست است. کنزیومر یا مشتری یا کستمر ارتش یک معنا میده. کمپانی که بزنسی که جنس خدا، اجناس خدا مستقیما از دکان خود به مستقیما به یک فروشنده، به یک خریدار که بفروشه او رو میگه بزنس تو کنزیومر. صحیح است. دیگه خلاص شد. مثالی از اینکه است امازون هست. امازون تاجر است، کسایی که در امازون سیلینگ میکنه. صحیح است. فقط سیلینگ میکنه، او تاجر است، او بزنس است، او کمپانی هست و جنس خدا به فروش میرسونه به یک مشتری. در این کاتگوری که است امازون میآید، ای بی میآید، والمارت میآید. صحیح است. یا اینی که مارکت پلیس هایی که فیزیکال هست، نه کسایی که دکاندار هستند، یعنی پرچون دکانداری میکنن. این پرچون دکانداری که است با کاتگوری بزنس تو کنزیومر میاد. خودشان تاجر هستند، بزنس هستند، کمپانی هستند و جنس خدا، اجناس خدا مستقیما با خریدار، با کسی که او را استعمال میکنه، با کسی که او مشتری هست به او میفروشن. درست است. اگزمپلش رو مثالش گفتیم که براتون امازون هست، ای بی هست و همونطور دوم هست بزنس تو بزنس، یعنی هولسیلر. دو هولسیلر بین خود ترید میکنه، بین خود معامله میکنه. یعنی یکیش یا یکی مانیفکتچرر هست، تولید کننده هست، یا دیستریبیوتر هست، یا هولسیلر هست. او هم بزنس هست، این هم بزنس است. صحیح است. مانیفکتچرر هم کمپانی است و هولسیلر کسی که هولسیلر است او هم بزنس است. صحیح است. مشتری نیست. یعنی دو هولسیلر، دو بزنس بین خود ترید بکنه، بین خود معامله بکنه، اینو میگن بزنس تو بزنس. صحیح است. یعنی مثلا در اینجا فیزیکال است، هولسیلر ها هستن، نه عمده فروش هستن. عمده فروش یا هولسیلر یک دانه دو دانه نمیفروشه. صحیح است. او زیاد میفروشه، بلک کوانتیتی میفروشه. مثالی از او علی بابا هست. علی بابا از طریق علی بابا که است کسایی که تجارت میکنن، کسایی که خودشان بزنس هستن، کسایی که خودشان کمپانی دارن، همراه هولسیلرهای علی بابا، همراه سپلایر علی بابا، همراه مانیفکتچرر تولید کننده علی بابا، او که دیل میکنه اینو میگن بزنس تو بزنس کاتگوری. صحیح است. سوم است کنزیومر تو کنزیومر، یعنی مشتری با مشتری خرید و فروش میکنه در حساب آنلاین و حساب غیر آنلاین. مشتری با مشتری خرید و فروش چطور میکنه؟ مثلا یک چیزی استعمال شدگی خدا او میخواد دیگه استعمال نکنه، سودا بکنه. مثلا یک موتور داره او استفاده کنه، میخواد دوباره سودا بکنه. صحیح است. یک مشتری دیگه پیدا میکنه، او هم مشتری، خودش هم مشتری، در بینشون معامله میکنه. اینو میگن مثل OLX است، مثل ای بی هست. ای بی هم اول که تازه آمده بود او بزنس
قبول نمیکرد. فقط کنزیومر تو کنزیومر سیلینگ باینگ میشه. کسی که مشتری است و هم اکانت داشت و هم بایر اکانت داشت، هم مشتری و هم سیلینگ اکانت داشت. چیزی استفاده شدگی خدا، یعنی موبایل داره، موبایل استفاده کرده میره برای در ای بی رو لیست میکنه به یک مشتری دیگه به فروش میرسونه. بهترین مثالی از اون هم فیسبوک مارکت پلیس است. در فیسبوک مارکت پلیس در ورلد واید، حتی در افغانستان، حتی خارج از افغانستان چیزی استفاده شدگی داری، خانه هستی مثلا او را به فروش میرسانی، یا موبایل استفاده شدگی داری او را به فروش میرسانی، یا موتوری استفاده شدگی یا کدام چیز دیگه استفاده، لپتاپ و غیر چیزی استفاده شدگی رو میخوای که به فروش برسه، او را تو در مارکت پلیس فیسبوک لیست میکنی، او را در مارکت پلیس OLX لیست میکنی، او را در مارکت پلیس ای بی هم لیست میکنی. از اونجا دو مشتری با هم که ترید میکنن، با هم تجارت میکنن، این میگن کنزیومر تو کنزیومر، مشتری با مشتری معامله میکنن. چهارم هست کنزیومر تو بزنس. کنزیومر تو بزنس یعنی مشتری جنس خدا یا سرویس خدا به یک کمپانی به فروش میرسانه. یعنی مثل سرویس پرووایدر، مثل فریلنسرز. یعنی ما فریلنسر هستم، صحیح است؟ ما فریلنسر هستم، ما چیز ندارم، ما هنر دارم، اما سرویس خدا به یک کمپانی، به یک برند به فروش میرسانم. صحیح است؟ این رو میگن فریلنسینگ. فریلنسینگ مختلف پلتفرم هاست، اپورک هست، لینکدین هست، فایور هست. در اینجا که است کسایی که سرویس پروواید میکنن، یا بعضی وبسایت هاست. ما خود مثلا ایجنسی هستیم، وبسایت داریم، یک کمپانی سرویسز ما را کار داره، در وبسایت ما میره و از ما اوردر میکنه چیز، یک سرویس. این رو میگن کنزیومر تو کنزیومر. خب ای کامرس اما تو فایده ها و نقصانات خود داره. اول میایم طرف نقصاناتش این هست که کسی که انگلیسی یاد نداشته باشه تو خیلی نقصانات شاید بهتر. اگر کسی که همراه یک منتور نباشه، یعنی چطور که ای کامرس یک استور باز میکنی، ای کامرس تو یک بانک اکانت باز میکنی، کل چیز از طریق موبایل، از طریق لپتاپ تو مینیج میشه. اگر تو انگلیسی و سکیوریتی از اون صحیح نفهمی، از پیش فراد میشه، اسکیم هم میشه، اکانت هک میشه و غیره چیزا میشه. تو مثلا نمیفهمی کدی مکمل اکانت های خدا، بانک اکانت خدا کدش و غیره اگر شیر بکنی یا کردیت کارت را عکس تا شیر بکنی، او همگیش اسکیم میشه، از پیش فراد میشه. بدون از اون کسی که درست کار بکنه، ای کامرس فایده های زیاد داره. یعنی در منده های در مارکت پلیسی که در جهان فروخته میشه، در او دسترسی پیدا میکنی. یعنی ای کامرس تو میتونی از خانه ششته، از طریق اینترنت و از طریق لپتاپ تو میتونی در جهان جنس خود، اجناس خود از افغانستان، از چین، از دیگر ملک کشور تو میتونی در جهان بفروشی. یعنی مشتری تو فقط داخل افغانستان محدود نمیشه. تو میتونی مشتری های دبی هم اکسس بکنی، تو میتونی مشتری های یو اس ای و امریکا و یو کی، لندن و غیره جا، استرالیا، مکزیکو، کانادا، این ملک‌ها را هم در اونجا اکسس داشته باشی. صرف از طریق ای کامرس ای پاسیبل هست. ای کامرس بومی از او که آمد در سال 2019 سال 2020 که خیلی کووید بود، وقتی کووید بود کلی خانه نشین شده بود، دو لحاظ از اون طریق که بسیار بوم کرد که ای کامرس کلانترین فعلا مارکت پلیسی که در جهان است امازون است. از امازون که در ای کامرس دیگه هیچ مارکت پلیسی بزرگتر نیست. یعنی امازون در سال 2019 در یک سال فقط از یو اس مارکت پلیس، فقط مارکت پلیسی امریکا 2.5 بیلیون دلار فروشات داشت. 2.5 بیلیون دلار. از 2.5 بیلیون دلار در سال 2019 بود. فعلا در سال 2025 که ریوینیو خود امازون یو اس ای مارکت، امازون امریکا که کلکولیت کرده 700 بیلیون دلار رسیده. اینقدر گروه کرده. از 2.5 بیلیون دلار در 6 سال تا 700 بیلیون دلار رسید. که پورا مارکت پلیسی که پورا اقتصاد و پورا یک جی بی پی خود افغانستان شاید 13 بیلیون دلار باشه. شاید بیخی زیاد باشه، 18 بیلیون دلار است. مگر فقط از یک امازون 700 بیلیون دلار هست در سال 2025. خب اینالی میم طرف اصلی تاپیک خود که هست درباره امازون. فهمیدی؟ امازون یک مارکت پلیس است، مثل که داخل خود افغانستان مختلف مارکت پلیس هست. مثلا گلبهار سنتر یک مارکت پلیس است.
مثلا موبایل سنتر یک مارکت پلیس است. صحیح است. امازون هم اما قسم یک مارکت پلیس جهانی است. یک مارکت پلیس جهانی است که شما از هر کنج دنیا میتونین جنس خود در امازون به فروش برسانید. امازون در بیش از 10 مملکات و کشور هست. بیش از 10 کشور امازون موجود هست که دو کشورها شما میتونین فروشات داشته باشین که USA هست، UK هست، مکزیکو هست، کانادا هست، استرالیا هست، ژاپن هست، ترکیه هست، کره هست، ایندیا هست. در این ملک‌ها میتونید شما اجناس خود از هر کنج دنیا، بلکه اجناس افغانی را هم دو ملک‌ها به فروش برسانید. یعنی ورلد واید میتونین اجناس خود به فروش برسانید. و در داخل امازون میتونین به 3 طریق شما میتونین بزنس و تجارت بکنید. طریق اولش هست امازون دراپ شیپینگ، دوم هست امازون هولسیل و سوم هست امازون پرایوت لیبل. استپ بای استپ هر کدامش هدف گو ترو میکنیم، میبینیم، میخوانیم و بعد از اون تاپیک ما که است استپ بای استپ که میریم تا به آخر تا ادوانس لیبل او فقط در امازون پرایوت لیبل هست. امازون دراپ شیپینگ چی است؟ امازون دراپ شیپینگ او بزنس مدلی هست که جنس تو نمیخری، فهمیدی؟ جنس پیش تو موجود نمی باشه، تو میری آنلاین یک دیستریبیوتور پیدا میکنی یا آنلاین داخلی مارکت پلیسی والمارت میشی، داخلی مارکت پلیسی علی اکسپرس میشی، داخلی مارکت پلیسی تیمو میشی، شاین میشی، در دیگه مارکت پلیس ها میری دیلز میبینی و همچنین اجناس میبینی. تو در امازون اکانت داری، تو او اجناسی که در اونجا به فروش میرسه و او اجناس در امازون هم به فروش میرسه میبینی که از امازون که در او مارکت پلیس $1 $2 ارزانتر سودا میشه. $1 $2 ارزانتر سودا میشه. تو او جنس هم میتو میکنی، لیست میکنی در امازون استوری خود FBM. صحیح است. وقتی که از این آردر بیاید تو دامو مشتری آدرسش میگیری، از این مارکت پلیسی که تو پیدا کردی و جنسه از اون مارکت پلیس آردر میکنی، آردر خودت میکنی و همچنین آدرسی از اون مشتری را در این مارکت پلیس میدی، آدرس دادی و این خودش دایرکتلی شپ میکنه به اون مشتری. این میگه بزنس مدلی دراپ شیپینگ. صحیح است. کی در سالای پیمنت خودت از جیب خودت دو پیمنت میکنی و همه تو اون نفر اون مشتری که در امازون برای تو آردر میکنه او در امازون پیمنت میکنه و امازون برای تو پیمنت میکنه. تو باید یک جنسی که میفروشی $100 $50 خامخا در جیب داری که یک دراپ شیپینگ میکنی. فهمیدی که یک جنس یک آردر میاد که او را آردر پلیس میکنی. صحیح است. امازون دراپ شیپینگ فلاپ شد. امازون دراپ شیپینگ آیسته آیسته پالیسی امازون در سالهای 2019 و 2020 خیلی سخت شد. پالیسی امازون چرا دیگه بسیار مردم فراد هم میکرد. آردر از امازون آردر میگرفت لیکن او جنس شپ نمیکرد. از اونجا پیسه میگرفت. امازون زود پیسه میداد برش، اما متاسفانه او جنس شپ نمیکرد در مشتری. از او خاطر اعتماد و چیز امازون دو کمتر شد، مشتریاش اعتمادش کمتر شد. او امازون این پالیسی را مکمل چینج کرد. امازون فعلا دراپ شیپینگ مکمل در سال 2021-20 بند کرد. صحیح است. دوم بزنس مدلی هولسیل است. هولسیل بزنس مدل یعنی تو یک جنس یک آلردی که در امازون یک برند از سودا شده رایی است. صحیح است. پیش از او برند میری، او برند ریکوست میکنی، از پیش از او لیتر اف اتورایزیشن میگیری، یا از پیش دیستریبیوتری از او یا از پیش خود برندی از او. بل کوانتیتی 100 کوانتیتی 1.5 دانه 200 دانه یا اینکه 50 دانه از پیش از او برند میخری، در ویرهاوس و گدام امازون میرسانی و امو لیستینگ و در همون برند خودت میتو میکنی و فروشات میکنی. این بزنس مدل هولسیل است که دو سالا دو وقتها کمی که سیف بود، هم فعلا مشکل شده رایی است. سالهای 2019 بزنس مدل هولسیل تقریبا چیزی که سیلر در امازون بود 70% الی 60% هولسیلرها بودن. هولسیل میکردن. برندای کلان بود، برندای مثلا برند اپل است، مثلا برند بیسوس هست، فهمیدین؟ مثلا برند نایکی، ادیداس اینا هست. اجناسی از او که در امازون به فروش میرسه اینا پیش از اون ریکوست میکردن، اپروول میگرفتن، از پیش از اپروول گرفته 100 یونیت 200 یونیت 500 یونیت کم و زیاد از پیشان خریداری کرد، در ویرهاوس و گدام امازون میآورد
و او را که است در اونجا به فروش میرسان. صحیح است؟ این بیزنس مدل در سال 2019 2020 خیلی ترقی کرده بود، خیلی زیاد. پس آن آیسته آیسته که است این هم مشکل شده رفت. برین خودش اویرنس پیدا کرد، برین خودش فهمید چرا مردمی که سودا میکنه در پرایس های مختلف بالا و پایین کلی مشتری های مرا خراب کرده. پرایس ببینی که یکش در $20 سودا میکنه، یکی دیگه ببینی که در $10 سودا میکنه. مکمل ریپوتیشن یا برند خراب میشه در اینجا، ایمیج از برند خراب میشه در اینجا. از اون خاطر برندا که اویرنس پیدا کرد، برندا خودش آمازون اکانت واس کرد، برندا خودش که سیلینگ شروع کرد. یعنی فعلا در سالهای 2024 2025 حتی 80% آمازون سیلرز، 85% آمازون سیلرز پرایوت لیبل شد، تغییر به پرایوت لیبل کردن. یعنی تقریبا کسایی که بسیار سابقه هولسل میکردن اونا یک 10% 15% یا 20% آمازون هولسل ماند. فعلا از اون خاطر که شد آمازون هم مشکلات زیاد پیدا کرد، اپروول زیاد میخواست، آمازون اینوایسز زیاد میخواست از سیلر، خصوصا سیلرایی که نو می آمدن. فقط اکانت شان که است بسته میکرد، اکانت شان سسپند میکرد، دما اینوایس بده پروواید بکن، لتر اف اتوریزیشن برای پروواید بکن که تو جنسی خریده این جنس اتنتیک است، اوریجینال هست یا نیست این جنس ها. از خاطر هولسل هم سخت شده رفت. هولسل برندا که از خودش که وقتی که سیلینگ شروع کرد اپروول نمیداد دیگه، اپروول بسته شد. حتی در سال 2022 در سال 2021 ما یک کلاینت هولسل داشتم که اکانت از رو مینیج میکردم. برای اپروول گرفتن در برندا بسیار زیاد زنگ میزدیم که برای ما اپروول بده، برند خود برای ما سودا بکنه، یک جنس خود برای ما سودا بکنه، اما متاسفانه هیچ پوزیتیو ریسپانس نداشتیم. از اون خاطر باز یک PSD شو، یعنی نمایشگاه شد در اونجا. مختلف برندا خود USA که در اونجا می آمد، در کالیفرنیا، لاس وگاس. در لاس وگاس که نمایشگاه شد، ما از کلاینت خود چی کردم؟ ریکوست کردم که برو اونجا که از خود برندا روبروی گپ بزنه و روبروی از پیششون اپروول بگیره، روبروی خریداری بکنه، انشالله بهتر میشه. اما اونجا که رفت مکمل در PSD شو هر برند نوشته کرده بود نو آمازون سلر، نو هولسلر، نو آمازون سلرز. ما ازش فهمیدیم که واقعا این دیگه آینده ای نداره. فهمیدی؟ یعنی فعلا هست که چیزی که آینده داره در آمازون فقط پرایوت لیبل است که او را خود آمازون هم پروموت میکنه، او را خود آمازون هم خوش داره. چرا پرایوت لیبل او بیزنسی هست تو یک جنس خود در نام خود، در لیبل خود که است در آمازون به فروش میرسانی. تو میخوای مثلا یک مایک به فروش برسانی، درست است؟ تو میخوای یک مایک به فروش برسانی، تو میخوای مثلا یک ماوس به فروش برسانی یا هر چیزی که به فروش برسانی، درست است؟ در اینجا نام دیگه برند نوشته است، تو میتونی امو لیبل امو برند خود در اینجا چاپ کنی و لیبل و امو برند خود در اینجا بزنی و از هر کنج کشور دنیا که بخوای او را شپ میکنی به آمازون و از برند خودت او را به فروش میرسانی. وقتی که برند تو راجستر شد، وقتی که نام تو راجستر شد، نه او باز کسی کمپلین هم کرده نمیتونه، آمازون هم تو را ویلکم میگه. این یک بیزنس مدلی هست که ختم ناشدنی است. تا وقتی که آمازون هست، تا وقتی که تجارت هست، پرایوت لیبل میشه که ترقی کرد. پرایوت لیبل که است مختلف بخش داره. کسی که تاجر هست، تجارت میکنه، انشالله استپ بای استپ دی مکمل دی کورس گاید میکنیم. کسی که تجارت میکنه، کسی که میخواد خودش برند خود لانچ کنه، او هم از این دیپلی نالج بگیره که خودش بتونه برند خود یا از افغانستان یا از چین یا از کدام کشور دیگه هم لانچ کرده بتونه، اما اجناس خود در آمازون به فروش رسانده بتونه. و این که کسی که تاجر نیست میخواد که این سکیل، این هنر را یاد بگیره، دی اکسپرتیز حاصل بکنه و سرویس پروواید بکنه. و کسایی که مثلا خصوصا زیاد خارجی هستن که آمازون اکانت دارن، اونا کلان برند جور کردن، بسیار از سابق از 10 سال پیش، 5 سال پیش، 15 سال، 20 سال پیش در آمازون کار میکنن، کلان برند دارن. اونا وقت ندارن که فعلا خودشان در آمازون کار بکنن. پرایوت لیبل هر بخش داره، هر بخشش از خود اکسپرت داره. او باز همراه ایجنسی ها، همراه کسایی که سرویس پرووایدر هستن، اونا میتونه همراه از او کانتکت کنه و اکانت از او را مینیج بکنه.
یعنی از طریق پرایوت لیبل انشالله در استپ بای استپ ما گاید میکنیم و میخوانیم که پروداکت اپورتونیتی چطور با پیدا بکنیم، یک پروداکت چطور هنت بکنیم، چطور پیدا بکنیم و او پروداکت چطور سورس بکنیم. سورسینگ از کجا شوه، یا از افغانستان میشه، یا از کدام کشور دیگه میشه، یا از چین میشه، یا از هر جای میشه، چطور او را سورس بکنیم و بعد از او پروداکت چطور لانچ بکنیم. پیش از لانچ کردن چندین طریقه لانچز هست، کدام طریقه های لانچز هست، کدامش سیف طریقه هست و همون تو پروداکت لیستینگ میشه، پروداکت مکمل لیست میشه. نه پروداکت لیست میشه، د پروداکت ایمیجز با کار داره. اگر دیده باشید شما در غیر از فیسبوک مارکت پلیس، در OLX یا در ایبی یا در خود امازون، هر جنسی که بینی یک چند تا، یک 8 تا 7 تا یک ایمیجز داره. اما تو در امازون باز A پلاس کانتنت است و دیگه کانتنت کریشن است، مکمل پروداکت دیتیلز نوشته میکنی. در او باره SEO سرچ انجین اپتیمایزیشن میگه، مکمل کیورد از را لیست میکنی. درباره خود امو پروداکت، درباره خود امو جنس خود دو کانتنت کرییت میکنی، برای مشتری آسان میشه که او فیصله بکنه، دیسیژن بکنه که آیا ایره بخره یا نخره. آیا چیزی که او میبینه، او چیزایی که پروداکت شما دیتیل که نوشته کردین، آیا او چیز برای از او درست هست یا نیست، آیا او چیزی که میخواد او چیز هست یا نیست. برای از او فیصله گرفتن یا خرید کردن برایش آسان میشه. صحیح است که درباره پروداکت شما، درباره جنس شما، درباره او شما در او برش میگین، آلردی نوشته میکنین، لیست میکنین. صحیح است؟ لیست کردین در او برای از او معلوم میشه که این جنس کدام جنس هست، چطور جنس هست، چی فیچرز داره، چی بنفیتس داره، آیا ما میخوایم اون چیز هست یا نیست. مکمل لیست از او در او نوشته میکنین. بعد از او که وقتی که لانچ میکنین شما جنس شما از افغانستان یا از چین یا از هر کنج کشور دنیا که از امازون میرسه، در گدام امازون میرسه، بعد از شما مارکتینگ به کار دارین، ضرورت به ادورتایزینگ دارین. اما تو که وقتی که در اینجا هم فیزیکال، لوکال و حضوری که شما یک دکان نو تازه باز میکنین، در اون مارکتینگ ضرورت دارین ندارین. بورد و لوحه میزنین، میبینین که دکان به خاطر چی است، یا کدام سوشال میدیا میکنین، یا کدام ادورتایزینگ دیگه هم میشوه، یا در سرکا و در کوچه ها بورد کلان میزنین، لوحه میزنین تا که بفهمه که این دکان برای چی است، این چی سرویسز پروواید میکنه، این چی اجناس داره. صحیح است؟ یعنی ادورتایزینگ ضرورت داریم ما. بعد از لانچ که است که وقتی که فروشات ما شروع شوه، به PPC نیاز داریم، به ادورتایزینگ نیاز داریم. او را میبینیم که چطور PPC را باید ما پیش ببریم، چطور ادورتایزینگ بکنیم، چطور جنس خود از صفحه آخری امازون به صفحه اولی امازون برسانیم. وقتی که در صفحه اولی امازون رسید، او باز فروشات از او آهسته آهسته شروع میشه. اما تو میشه که یک کسی برند خود لانچ میکنه، ماهانه از او برند خود $1000 پروفیت میکنه. صحیح است؟ این حالی او میخواد که $1000 خالی پروفیت کدر است، منافع کدر است از برند خود، میخواد که زیادتر منافع بکنه. او دیگه برند لانچ میکنه. برند لانچ میکنه که چرا که پروسس فهمید. صحیح است؟ مکمل هنر یاد گرفت که چطور در مارکت پلیس و در منډی‌های امازون ما جنس خود به فروش برسانم. وقتی که این طریقه را فهمید، پروسس شکی فهمید، واپس هم پروسس خود ریپیت میکنه، واپس دوباره هم پروسس خود که ریپیت میکنه، مکمل دیگه پروداکت لانچ میکنه. از این پروداکت اولی خود فعلا $1000 پروفیت میکنه. جنسی لانچ میکنه که برش $2000 پروفیت بده، یا جنسی لانچ میکنه که برش $3000 $5000 پروفیت بده. واپس همین پروسس فالو میکنه، واپس پروداکت هانتینگ میکنه، پروداکت سورسینگ میکنه، پروداکت لانچ میکنه، پروداکت PPC و غیره. دوم د پروفیتی دومگیش میرسه. مثل که براتون ساده مثال بتون، یعنی نان بایی که یک پروسس که یک نان پخته کنه، اگه بخواد که دیگه نان پخته کنه، واپس همون پروسس فالو میکنه. نه یعنی آرد خمیر جور میکنه، بعد از زواله جور میکنه، بعد از او را هوار میکنه، بعد از او در تندور میزنه که اون نان پخته شود، یک نان پخته میشه. وقتی که بخواد که زیاد نان پخته بکنه، و همون پروسس واپس دوباره ریپیت میکنه. امازون پرایوت لیبل هم همین قسم است که یک پروسس که یاد گرفتی، مکمل طریقش که یاد گرفتی، واپس اون پروسس ریپیت میشه. یعنی دوم لانچ، سوم لانچ، چهارم لانچ، برند لانچ شده میره. یعنی فعلا از امازون کسایی که بخواد سرویس پروواید بکنه، صحیح است؟ کسایی که بخواد سرویس پروواید بکنه از بیگنر
وقتی که یاد بگیره این هنره، میتونه از بیگنر سرویس پروواید بکنه به خارجی ها. میتونه $200 $300 $400 کمایی بکنه. $200 یعنی ماهانه کمایی بکنه که فقط از یک کلاینت میتونه روزانه 4 ساعت الی 6 ساعت وقت بده. 6 ساعت الی 4 ساعت وقت بده میتونه از سرویس پرووایدینگ $200 الی $400 از یک کلاینت، از یک مشتری خود پیدا بکنه، درآمد داشته باشه. درست است؟ که تقریبا $200 ما تقریبا 12,500 افغانی میشه. اما تا اگر 300 400 شود 18,000 افغانی میشه که داخل خانه خود ششته از خانه خود از طریق اینترنت، از طریق لپتاپ خود میتونه این درآمد بکنه. اگر آیسته آیسته او اکسپرت میشه، تجربه از او زیاد میشه در یک فیلد، او از برند منیجر کار میکنه. صحیح است؟ اگر او در یک ایجنسی کلان کار بکنه، صحیح است؟ یعنی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال وقت دو مصرف میکنه، او در یک مکمل امازون پرایوت لیبل اکسپرت میشه، اکسپرتیز از زیاد میشه، تجربه از زیاد میشه، اما تو فیس از زیاد میشه. میشه که او یک کلاینت نه 2-3 کلاینت پیدا بکنه، 2-3 کلاینت منیج بکنه. 2-3 کلاینت که منیج کرد میشه منتلی ارنینگ از او، درآمدی از او $1,000 شو، $800 از او بالاتر شو. اگر میشه که همون تو از برند منیجر همراه یک ایجنسی کلان، ایجنسی های خارجی کار بکنه، میتونه منتلی ماهانه از $2,000 هم زیاد کمایی بکنه. در امازون پرایوت لیبل فعلا هم سکوپ تالنت بکار هست. صحیح است؟ او در این بخشی بود کسایی که سرویس پروواید میکنن و کسایی که خودشان سیلر هستن، خودشان تاجر هستن، پول دارن، میخوان که تجارت بکنن. صحیح است؟ میخوان تجارت بکنن، میخوان که اجناس خود از افغانستان یا از چین از جای دیگه در نام خود، در برند خود در امازون به فروش برسانه که یک مارکت پلیس بین المللی هست، یک مارکت پلیس، یک منبع جهانی است. فهمیدین؟ یعنی فعلا اگر فکر کنید که یک دکان شما در لوکل حضوری دکان در کابل دارین، یعنی فقط یک مشتریای کابل اما ارد و گرد مشتریا پیشتان میآیند. صحیح است؟ مشتریای زیاد خو از دیگه چی خو نمیآیند. بعد امازون تو یک مارکت پلیسی هست که اگر در یو اس ای شما به فروش برسانین چیزی خدا، مکمل یو اس ای را مشتریش پیش شما میاد. از مکمل یو اس ای را مشتری شما دیده میتونه. اینطور نیست که فقط از یک استیت یا فقط از یک شهر او خریداری بتونه. از مکمل از هر کنجی خودی پور امریکا میتونه که جنس شما را آرڈر بکنه، جنس شما را بخره. و همچنین وقتی که اکانت شما قدیمی شد، یکم فروشات شما زیاد شد، شما میتونین اما فقط یک اکانت خود، یک مارکت پلیس خود به مختلف مارکت پلیس های زیاد هم تبدیل بکنین. فعلا باز امازون شما را الاو میکنه، اجازه میده که در عموم اکانت خود، اکانت امازون کانادا را هم براتون باز بکنه، اکانت امازون مکزیکو را هم براتون باز بکنه، اکانت امازون استرالیا را هم براتون باز بکنه، ژاپن و ترکی و اندیا را هم براتون باز بکنه. یعنی شما در اینقدر مارکت پلیس زیاد، یوکی و جرمنی هم شما میتونید از یک اکانت فروشات داشته باشید. سیلرز. صحیح است؟ دوم در پرایوت لیبل یک چیزی که بسیار مهم است، پرایوت لیبل تا امروز کامیاب ساخته و کسایی که پرایوت لیبل میکنن و درست پرایوت لیبل میکنن سالا زیاد تیر کردگی هستند و اونا را میلیونر ساخته. کسایی که میگن $1,000,000 اونا اچیو کردن، میلیونر شدن از طریق امازون یا از طریق پرایوت لیبل، اونا اصل میلیونر شدگی از طریق پرایوت لیبل این یک هکش است که اونا میتونن از طریق امازون پرایوت لیبل میلیونر شدن. چطور میلیونر میشن اینا؟ یعنی وبسایت است که براتون نشون میتونم. کسایی که سیلر هستن وقتی که برند خود لانچ میکنن، صحیح است، برند خود لانچ میکنن، استور لانچ میکنن، صحیح است، یعنی اجناس خود یک جنس که از به نام خود لیبل میزنن و در امازون روان میکنن، یک از پرایوت لیبل است. صحیح است. کسایی که اجناس خود در نام خود لیبل میکنن و در امازون سودا میکنن، مثل سیل کن امازون FBA businesses for sale، مکمل امو برند سیل میشه، فروش میشه، به فروش میرسه. مثلا مثال good business bad business است. نه good business او هست که تو مثال میتونم $1,00,000 داری، در $1,00,000 تو یک زمین فروشی در کابل میخری، یک زمین فروشی در کابل میخری بر $1,00,000. 2 سال بعد یا 3 سال بعد او زمینه که در $3,00,000 تو میفروشی. صحیح است؟ 2 سال بعد اون رو در $3,00,000 تو میفروشی.
مثلا این $2 که تو پیدا کردی اینا میگن گودویل منی، اینا میگن اکویتی. یعنی بزنسی است که او اکویتی داره، بزنسی هست او گودویل منی برات جنریت میکنه، یعنی تو پروفیت جنریت میکنه که تو را یکدم که است بالا میرسانه. امازون هم فقط در او بزنس که تو میتونی اون بزنس خدا به فروش برسانی، او فقط امازون پرایوت لیبل هست. است مثلا تو برند لانچ میکنی، 2 سال 3 سال 1 سال سری از اون مهنت میکنی، پروفیتی از اون رو میرسانی در $1,000. ماهانه $1,000 برات پروفیت میده، ماهانه $5,000 برات پروفیت میده، ماهانه $10,000 برات پروفیت میده. است منافع میده. تو میخوای اینالی بزنس تا به فروش برسانی. بزنس تا که به فروش برسانی یعنی امتیازی از که شما در کابل میگین امتیاز، افغانستان میگه امتیاز از بزنس، از تجارت سودا میکنی. نه تو میتونی مثلا ماهانه $5,000 پروفیت داره، 5,000 ضرب 36 ماه بکو، 5,000 ضرب 40 ماه بکو، 5,000 ضرب 32 ماه بکو، چقدر کی میشه؟ چند لک دلاری کی میشه؟ میتونی بزنس خودت، تجارت خودت یکدم به فروش برسانی. یعنی مثال شده این وبسایت براتون میتونم که empireflipper.com وبسایت است. امازون بزنسش کسی که به فروش برسانه یا میخوای که بخری، already running بزنسه، میتونی از اینجا بخری، میتونی در اینجا به فروش برسانی. یعنی مثال جا میتونم اینی هست کیچن ویر، در لیست در کاتگوری کیچن ویر ای منتلی نت پروفیت یزی ماهانه $12,000 ای پروفیت میکنه. صحیح است؟ ماهانه منتلی پروفیت یزی هست $12,000 $12,000 ماهانه پروفیت میکنه و این میخواد این تجارت خود سودا بکنه. این شاید 1 تا یا 2 تا جنس داشته باشه در کاتگوری کیچن بیر، در کاتگوری آشپزخانه این جنس داره که میخواد امو بزنس خود، امو برند خود که در نام خودش است او را سودا بکنه و فروش برسانه. ماهانه ای از امو یک جنس خود $12,000 پروفیت میکنه. صحیح است؟ این $12,000 منتلی 36 ماه ضرب 36 ماه یعنی پیشکایی 36 ماه را پروفیتش میگیره. یعنی وقتی که 36 ماه پروفیتش بگیره باز مکمل بزنس برای تو میده. $12,000 ضرب 36 بکنیم میشه $4,33,000. یعنی این بزنس این یکدم در $4,33,000 به فروش میرسانه. فکرتون است؟ یعنی از اینجا میتونه که یاره کسی که یاد بگیره، این هنر یاد گرفته، برند لانچ کرده. صحیح است؟ برند لانچ کرده، چندین برند لانچ میکنه، یک پروداکت یک برند لانچ کرده، دوم دیگه پروداکت. مثلا در یک امازون استور شما میتونین چندین برند هم لانچ بکنین. صحیح است؟ چندین دفعه برند رجستری داشته باشین، اون مشکلی نداره. یک برند نام خودت، یک برند نام فلانی است، دیگه برند نام خودت در یک اکانت. میتونین که وقتی که برند سودا بکنین وقت امو فقط ترید مارک امو برند سودا میشه، اکانتتون سودا نمیشه، دکان پیش خودتون است، فقط امو برند ترانسفر میشه. اونرشیپ از برند، ملکیت و مالکیت از برند کی است در نفر دیگه کسی که میخره، تو اونرشیپ شد دو ترانسفر میکنی. اینا که از این کسی که بخره نامی از برند و اونرشیپ از برند، اونرشیپ از برند در نامی فلانی تغییر میکنه، ترانسفر میشه. صحیح است؟ یعنی این منتلی ریوینیو از $80,000 هست. $80,000 این ماهانه فروش داره. از $80,000 ماهانه فروش این $12,000 پروفیت داره، نت پروفیت داره بدون خرج و مصارف. خرج و مصارفش کشیده، تمامش کشیده، این ماهانه $12,000 پروفیت داره و این میخواید این برند خدا به فروش برسانه که ماهانه که 36 ماه میخواید منافع خدا 36 ماه منافع خدا بگیره. 36 ماه چند سال میشه؟ 3 سال میشه. یعنی 3 ساله منافع خدا میگیره، برند و جنس برای تو میده. اما تو دیگه هم است، کسی دیگه است که در هلت کیر فیتنس در این کاتگوری که است میخوای برند خدا سودا بکنه، منتلی پروفیت ازی که است $5,000 $5,500 منتلی پروفیت ازی، از منتلی ریوینیو ازی $15,000 است. صحیح؟ تقریبا $16,000 منتلی ریوینیو داره، فروشات داره. یک ماه تقریبا $16,000 این فروش داره و از $16,000 $5,500 این پروفیت داره. فقط پروفیتش است بدون کدام
خرج و مصارف دیگه خود. یعنی همین منافع خود است، هست همین پروفیت خود است، منافع خود است. ضربی این کار خود از او است. اگر تو برند تو است، تو ضربی 32 نکو، سر ضربی 40 بکو. یعنی 40 ماه تو میتونی پروفیت بگیری. و خوش خود از کسی که چی خود تو را میبینه که او خوش داد از پیشت میخره برند. فهمیدی؟ اینی امازون اف بی هست، ملتیپلای ضرب 32 ماه کده. ضرب 32 ماه $1,77,000 ای برند خدا میفروشه. برندی که فقط $15,000 ریوینیو داره، شاید این $15,000 ای ریوینیو فروشاتش هست، است ماهانه که فروش میکنه. این شاید که $5,000 نت پروفیت داره، جنسی از خودش که جنس میفروشه شاید $10,000 برای از این خرج مصارف شو از $15,000. صحیح است؟ یعنی $10,000 از چقدر که ماینس بکنی، صحیح است؟ از 15,000 ماینس 5,500 بکن. چیزی که میشه، چیزی که بقایای از او میشه، اون می باشه خرج مصارف از او، اما انونتری از او که او ماهانه میخره. یعنی $10,000 میخره ماهانه، اوی بزنس بیلد کرده. صحیح است؟ بزنس ای بیلد کرده، او انالی فقط از همو $10,000 خود یکدم میتونه $1,77,000 کمایی بکنه. برند فلیپ میکنه. ای را میگن فلیپ کردن. ای فقط در امازون پرایوت لیبل ای میشه. کسی که برند خود داشته باشه. در امازون هولسیل یا دراپ شیپینگ چیزا نمیشه. امازون هولسیل تو برند کسی دیگه را میفروشی، تو برند خود نمیفروشی. برند کسی دیگه را بفروشی که بخی 100 سال بفروشی هیچ معنایی نداره. درست است؟ این یک پلاس پوینتی از این است که پرایوت لیبل چرا مردم خوش میکنه. یک تجارتی هست که اون تجارت تو فلیپ کده میتونی، اما تجارت تا سودا کده میتونی به یک خوب قیمت. مثلا زمین خریدی، مثلا تو طلا خریدی و بالا رفت، تو یکدم خوب پروفیت میکنی. فهمیدی؟ مثلا تو یک فرانچایز یک چیز وارد میکنی، قندوز کباب است مثال. صحیح است؟ قندوز کباب صحیح که مشهور است، مشهور قندوز کباب است، نام کشیده، برند است. برند کی از کسی دیگه میگه برات پیسه میتونم ما فرانچایز تبتی بریم. فرانچایز یا زورا یک نمایندگی از از پیشش میخره. صحیح است؟ اگر کسی دیگه بخواد که مکمل خودمون برند بخره و برند خود مثلا اگر او 20 لک افغانی مصرف کرده باشه، در 20 لک افغانی که از او عایدش هست یا 20 لک افغانی که از او ماهانه درآمد داشته باشه، او را در 20 لک افغانی خود نمیفروشه. خب او کی است؟ امو 20 لک افغانی خود شاید در 200 لک افغانی بفروشه، در 300 لک افغانی بفروشه. یک برند باز مردم میخره. اینی بود فعلا کلاس اولی ما. انشالله دیگه بعد از این هم نکست کلاس ما میشوه درباره اکاونت سیت اپ، چطور اکاونت جور بکنیم. بعد از آهسته آهسته انشالله مکمل کی براتون گفتم پروداکت هانتینگ چطور میشه، پروداکت سورسینگ چطور میشه، پروداکت لانچ چطور میشه، لیستینگ از چطور میشه. صحیح است؟ از چین یا از افغانستان جنس خود تا به امازون تا به امریکا چطور برسانیم، مکمل استپ بای استپ انشالله میخوانیم.